امروز داستان عشق و عاشقی داریم. داستان دو فرد روسی که 2 روز پیش داخل نیویورک گل کاشتن و از یکی از بلندترین برج‌های نیویورک و یکی از قدیمی‌ترین برج‌های نیویورک بالا رفتن به صورت غیرقانونی. حالا بهش میرسیم. و یک مسیج و یک پیامی رو به دنیا سعی کردن برسونن که قدرت عشق به قدرت غلبه میکنه و دنیا در آرامشه، همچین چیزی. و بعدش همونجا آقاه از خانومه خواستگاری میکنه و اینا ازدواج میکنن و خوشحال و شاد و خندون. البته همچین هم خوشحال و شاد و خندون نه، چون که الان دستگیر شدن و حکمشون هنوز نیومده و آره. حالا که این افراد کی بودن، چی بودن، چرا این کارو کردن، خیلی داستان داره که از اول داستان باید شروع کنیم با هم و یه چند دقیقه پیش هم هستیم. اسم من اترکه و به چنل من خیلی خوش اومدید. من شاید فرد مناسبی نباشم که راجع به عشق و عاشقی نظر بدم یا حرف بزنم، همونجایی که مشخصه اصلا یه آدم لوزری مثل من با این کلاه مسخره 100% نباید راجع به این موضوع صحبت کنه، ولی خب حالا یه کاریش میکنیم دوره هم. حوصله کلام هم ندارم میندازنشون ور. اول بیاید از چیزی که ازش رفتم بالا، یعنی همون حالا ساختمونه شروع کنیم. ساختمونی که ازش رفتم بالا اسمش The Empire State Building که بعد از جنگ جهانی اول داخل نیویورک ساخته میشه که صنعتگرایی و صنعت مدرن رو آمریکا به دنیا نشون بده و غربگرایی رو ترویج بده که تقریبا الان میشه چند سال نمیدونم، تقریبا 80-90 سال این ساختمونه هست. کاربرد این ساختمون برای تجارت و کلا مارکتینگ استفاده میشده، ولی بعدن چندین سال قبل یعنی اومدن کلا اینو کردن گردشگری، چون که دیگه فضای داخلش برای مارکتینگ مناسب نبوده دیگه، قدیمی شده دیگه. هر چیزی رو 80 سال 90 سال بذارید آره خراب میشه، میپوسه و به شدت مکان پر امنیت و همش سکیوریتی و اینا هست چون پر توریسته. حالا میرسیم به این دو نفر به اسمهای انجلا نیکولا و آقای آیوان برکوس. خنده‌دار نبود. انجلا و ایوان یک کاپلن که قبلا هم این کار رو انجام دادن و از چیزهای بلند بالا رفتن و اتفاقا از این بالا رفتناشون یک فیلمی درست کردن به اسم اسکای اسکریپرز، همچین چیزی، اسکای واکرز، به 3 دقیقه اسمشون رو بیارم، به اسم اسکای واکرز لاو استوری، راه روندگان روی آسمان، داستان عاشقانه. و خلاصه بار اولیشون نیست. آیا هر دفعه که این کارو انجام میدادن غیر قانونی بوده؟ بله. روسن دیگه. منظورت چیه؟ روسا کارشون همینه. شغل این دو فرد دوست داشتنی استانت دابل هست که به معادل فارسیش فکر کنم میشه بدلکاری و بدلکار. و خلاصش و ساده ترش اینه که افرادی رو دیدید که داخل سینما خب اون اکتور و اون بازیگره خودش کارهای اکشن رو انجام نمیده و کارهایی که میتونه آسیب برسونه بهش، به جاش یک بدلکاری انجام میده. منظور اونه از بدلکار. یه کاری که اینا انجام داده بودن که خیلی ها رو داخل اینترنت فشاری کرده بود این بود که میک اوت میکردن داخل این مکانها و از خودشون فیلم میگرفتن، یعنی که آقا مثلا ماچو بوس میکردن و از این کارا. و به نظر بیشتر مردم مخصوصا مسیحیا و مسلمونا 100% خیلی این کار چندش و بد و گناه و فلان و این حرفاست. وای برید یه اتاق بگیرید، وای شما چقدر چندشید، این همه کار انجام میدید که فقط یه دو تا ماچو بوسه کنید همو خاطره بشه براتون. آره خب زندگی همین لحظه هاشه، زندگی همین ماچوبوسه هاشه، زندگی همین عشق و علاقه و محبتشه. اگر اینا نباشه فایده ای نداره و اون آدمایی که همچین تفکری دارن واقعا پر از غم و تنهایی زندگی میکنن و در آخرم معمولا تنها میمیرن. و حالا برسیم به مسیجی که و پرچمی که با خودشون بردن اون بالا تا به دنیا نشون بدن. خودمو تصحیح کنم، ترجمه درستش میشه اگر قدرت عشق به قدرت غلبه کنه دنیا داخل آرامش فرو میره. من اینو قبول ندارم. به نظر من عشق انسانیت رو میسازه و عشق به قدرت بشریت رو، و این دوتا کاملا جدای از هم دیگه هستن. عشق، علاقه، محبت درسته انسانیت رو ترویج میده، زندگی خوب رو ترویج میده، صلح رو ترویج میده، ولی رفاه و پیشرفت رو به شما نمیده. عشق به قدرت یا جاه طلبی، کنجکاوی به شما قدرت کنترل میده و به شما پیشرفت رو میده که بشریت رو بسازی. اگر جاه طلبی نبود خب ما خیلی از پیشرفت‌های تکنولوژی رو نمیدیدیم. درسته خیلی از جنگ‌ها رو هم نمیدیدیم،
ولی پیشرفت تکنولوژی هم نمیدیدیم. اگر فقط عشق بود، فقط انسانیت بود، هنوز داشتیم تو غار زندگی میکردیم احتمالا. و به نظر من این دو مفهوم و این دو جمله بدون هم معنا ندارن. هر کدوم اگر نباشن اون یکی معنا پیدا نمیکنه. مثل خوبی و بدی. آقا خوبی و بدی با هم دیگه معنا پیدا میکنن. هر کدوم نباشه اون یکی هم معنایی نداره. این از این. حالا به یک بحثی میخوام برسم که خودم به نظر خودم گوز به شیق ربط دادنه، ولی دوست دارم داخل این ویدیو بگم و نظر شما رو هم بشنوم. ببین، حرف زدن با عمل کردن خیلی متفاوته. یعنی من میتونم بگم کسی رو دوست دارم و این حرف زدن قشنگه، جالبه، ولی آیا براش تلاشی میکنم؟ این دو نفر برای عشقشون، برای علاقه‌ای که به هم داشتن، کار غیرقانونی انجام دادن و مسیجی که داشتن، پیامی که داشتن رو به دنیا سعی کردن برسونن، انجام دادن. این انجام دادنه خیلی با ارزشه. ما الان داخل اطرافیانمون و داخل فضای مجازی رسانه فارسی خیلی ها رو میبینیم حرف میزنن، خیلی هم حرف میزنن ولی انجام نمیدن. و خلاصه علاقه به هر چیزی، حتما شخصم منظورم نیست، به علاقه به هر چیزی داخل کلمات قلمبه سلمبه و قشنگ خلاصه نمیشه. و صد البته هر کسی در حد خودش. الان خیلی دیدم راجع به این داخل اینستاگرام صحبت میکردن و انتظار داشتن از همدیگه که فلانیو دیدی رفته بالای فلانجا با دوست دخترش، تو به عنوان دوست پسر چه کار کردی؟ داداش یارو رو برداشتی بردی رو ارتفاع، ازش ویدیو گرفتی، خواستگاری کردی. الان ما با هر کی دوست شیم باید ببریمش رو ارتفاع، باش ارتباط بگیریم، خواستگاری کنیم. دیروز بلیت برج میلاد رو گرفتم رفتم تو، میگم میخوام برم نوکش دوست دخترم رو ببرم، حراست اومده منو برده بیرون. اولا این کاری که انجام دادن این دو نفر متقابل بوده و هر کدوم یک سهمی داشتن داخل این فداکاری و این کاری که انجام دادن. دوما همچین انتظاری رو از کسی داشتن مثل اینه که از یک کسی که پا نداره انتظار داشته باشی بدوه و مسابقه ماراتون برنده بشه. خب 100% نمیتونه، هر کسی در توان خودشه و من بیشتر از این خرد و عقلی داخل این موضوع ندارم که بخوام کمکتون کنم. پس تا ویدیوهای بعدی فعلا.